خوش اومدید به این ویدیوی جدید. رادین گیمر هستم. آپگرید با ویدیو هم اومدم. موسیقی هم برای اول ویدیو پیدا کردم و حالا برالستاز برگشتیم. اینا ویدیو نذاشتم خیلی وقت بود. چند تا کاراکترهای جدید گرفتم. اینا میبینیم مثلا بگم گریف، گرام، مندی، مگما مندی گرفتم اسکینش چون این موتش نیاز داشتم. هنگ با اسکین مونگاردین هنگ، لاری با اسکین کنترلر انجلو گرفتم که خیلی ضعیفه و بری کمکم کرد که آره. بعدش هم دوگو میبینی با اسکین اجدایی و لومی. آره دو تا افسانه‌ای هم دارم. امروز داریم سعی میکنیم نفر 4 یا بالاتر بشیم تو هایپر چاندالیش. چالشمونه و سوال اینه که هایپر چاندالیش چیه. مثلا قبلا هایپر چارج اومد فکر کنم هایپر چاندالیشو می آوردم. اگه اوجی هستی اینو میفهمی. ال پریمو. الان هدفم اینه که نفر 4 یا بالاتر باشی. اگه نه نفر 4 شدیم پارت بعد نفر 3 بالاتر میشیم. اوکی سوپر بزنیم هایپر چارج بوم. اینو بزنیم دوباره سوپر. آها مرد. اینو بزنیم آها ای وای. نفر 6 میگه 4 بالاتر میمونم. همین الان ویدیو رو تموم میکردم ولی اشکال نداره. دارم با پرو پلیر بازی میکنم. اما پرو پلیر من خیلی اصلا بازی نمیکنم. همیشه اسکواد باستز بازی میکنم. دریکو بد نیست. اوکی ماما. اوکی بتونم ببرم احتمال زیاد. فقط نیاز دارم اجدامو بیارم که فقط دوست دار فرار کنه. ای وای اوتیسم. ای وای من دوباره باسیدم. لعنت به تو اوتیسم. یه تو رو دوست ندارم. من بعضی از این کاراکترها رو ندارم. مثلا مندیو دارم ولی خیلی باش بازی نمی کنم. همین بلد نیستم چجوری با این کاراکتر بازی کنم. اینه باتن که ببخشید بات بود. بات داشتم بازی میکردم. کامپیوترها داشتم بازی میکردم. من چون شهادش اینه که با بازیکنه واقعی بازی کنم ولی اشکال نداره. دوباره تلاش باش بانی. اوکی اینم جدیده هایپر چارجش. باشم خیلی بازی نمی کنم ولی یه چیز براش بلدم. من میدونم که وقتی از این کننش بیاد بیرون، از این توپش بیاد بیرون دمیج زیادی میزنه. این مرتضی هم اونجا وایساده منتظر منه که باکس بگم چی میشه. منم وایستم. ایده بدی واقعا ایده بدی. شی اینم جدیده. باشه که اینا بات نیست.
فقط نیاز دارم هایپر چارجمو فعال کنم، بعد دمیج بی نهایت میزنم. ده بدی اما من بلد نیستم با این هایپر چارجر جدید باشه. این بول خیلی خوبه. ای لعنتی. اوکی دیگه بات نبات. رفتم رو تختم نشستم الان. اوکی بات نبات، بریم تموم. فقط بزن نفر 4 بشن. داگ من اول از داگ خوشم میومد، با اون هات داگش خودش رو ریوایو میکرد. تنها کارکتری که میتونه خودش رو ریوایو کنه. بکنم با این هایپر چارجش هم خیلی قوی بشه. چند تا ریورک هم گرفت. هایپر چارج یا هات داگ برای خودم میگیریم، بعد موقع فکر کنم هات داگ زدم. هایپر چارج زد که نهاد به نفر 4. خب پس فکر کنم به هدف اولمون فکر کنم رسیدیم. اینجا هم با آخرای فیلمه، آخرای ویدئوه. راستی این ابر افسانه ای هدف بعدیمه. خب اولین ابر افسانه ایمو بگیرم. تازه اوکی بعد پارت بعدی داجبال بازی میکنیم. هم بگیریم جایزه گرفتیم که پارت بعدی هایپر چارجرلیش نفر 3 سعی میکنیم بشیم. پارت بعد از پارت بعدی نفر 2 بالاتر میشیم. بعد پارت 4 سعی میکنیم نفر اول بشیم. آره بعد از این چالشی هایپر چارجرلیش میریم خود داجبال بازی میکنیم. خداحافظ تا ویدئوی بعد. خداحافظ.